چهره‌های ماندگار. سپیتامین پرچمبرداری جاده آزادی و استقلال. قلعه‌های سوخت و باختر از جمله آن استحکام‌های دستنورس کوهی بودند که نیروهای باقی مانده آزادیخواه در آنها گرد می‌آمدند. حمایتگران قلعه ذخیره کافی خوراکواری و آب داشتند و مبارزه را بدودیلگی ادامه می‌دادند. اسکندر مقدونی مجبور شد که پیراهه‌های مشکل گذر و ورطه‌های خطرناک را پس سر کرده به جنگاوران فتح کننده این قلعه‌ها مبلغ گران 12 تلنت به فاتح نخستین و 300 تنگه طلایی به فاتح آخرین پیشنهاد نماید. بعد فتح قلعه سوخت با قول یوسف شاه یعقوبوف اسکندر 30 نفر سروران شورش را در کوه می‌کشد و حمایتگران باقی مانده را به غلامی داده اموالشان را به تاراج می‌برد. موافق معلومات اریان اسکندر مقدونی بعد ضبط قلعه سوخت اهل عائله اکسیارت را که با تلفظ محلی وخشوورتا اشاره به دریای وخش دارد اسیر می‌گیرد که در بین آنها دخترش رخشانه که نهایت زیبا هم بوده است. با گفته اریان در حسن و جمال و زیبایی تنها زن دارای 3 با او برابر شده می‌توانسته است. اسکندر با یک نگاه به رخشانک عاشق شده او را به زنی می‌گیرد. اکسیارت این را پی برده اختیاراً به حضور اسکندر می‌آید و با عزت و اکرام پذیرفته می‌شود. اسکندر مقدونی بعد تلفات گران، زحمت‌های روزافزون لشکرکشی‌ها و جنگ و جدال‌های بیشمار راه سازش را پیش گرفته با اشرافان بانفوذ و حاکمان صاحب اعتبار باختر و سوخت رابطه‌های خویش و تباری را برقرار می‌نماید و منصب و مقام آنها را نگاه می‌دارد. با پیش گرفتن این سیاست اسکندر در بین اعیان و اشراف و حاکمان سابق سوخت و باختر اعتبار پیدا کرده در مطیع نمودن آشوبگران و سرکوب ساختن خلق آزادیخواه دست بالا می‌گردد. خیانت طبقه اعیان و اشراف و روحانیان بانفوذ از یک طرف و مرکزیت نداشتن نیروهای شورشگران بعد سر سپیتامین از سوی دیگر باعث شکست تلاش‌های استقلال خواهی گردیده آخرین ولایت‌های قلمرو هخامنشی باختر و سوخت را مطیع امپری پهناور اسکندر مقدونی می‌نماید. بعد تلاش و مبارزه‌های شدید و خونریزی‌های بی‌عدد قریب 4 ساله اسکندر مقدونی باختر و سوخت و دیگر کشورهای آسیای میانه را به هیئت امپریای خود متحد نموده بعد هخامنشیان به دومین امپری بزرگ جهانی بنیاد می‌گذارد. امپری اسکندر مقدونی قلمرو دولت هخامنشی را فرا گرفته بر علاوه آن دولت‌های یونان و مقدونیه و دیگر کشورهای نیمجزیره بالکان را متحد می‌کرد. اسکندر مقدونی بعد غلبه‌های پی در پی بار در حضور سرلشکرانش خودستایانه گفته بود که روز سرزمین یونان و قلمرو پهناور آسیا را متحد ساخته چون عروس آرام می‌دهد و بعد رسیدن به کنار عالم آن را از آفریدگار می‌رباید. او طی 10 سال کشورکشایی و لشکرکشی‌ها نه به کناره دنیا رسید و نه آتش آشوب و اسیان‌ها را در قلمرو پهناورش خاموش کننده توانست. علنگه شورش و آشوب‌های استقلال خواهی را نو در یک گوشه امپری خاموش می‌کرد که خطری در گوشه دیگر بالا گرفتن آن او را آسوده نمی‌گذاشت. اسکندر مقدونی بعد فتح باختر و سوخت عاقبت عزم هندوستان نموده 3 سال دیگر در قسمت‌های هندوستان غربی وادی پنجاب لشکرکشی‌ها نمود و با دشواری خشون‌های فیلسوار حاکم آن پر را شکست داد. او مقصد داشت که یورش خود را به وادی دریای گنگ ادامه دهد ولی سربازان خسته حال از جنگ و جدال دلگیر شده‌اش او را دستگیری نکردند.